ناو جنگی انترپرایز وارد خلیج فارس شد. اما نکته بسیار مهم اینجاست که برای مقابله با این ناو پرزیدنت محمود احمدی نژاد نظرات بسیار جذاب و دیدنی رو اعلام میکنه. ما باید ناو بسازیم، 2000 ناو میسازیم، ناوم تو ناوت. ناوم تو ناوت. آقای فیروزآبادی اومد و گفت قربان میخواین واقعا ناو درست کنید؟ گفت بله. گفت اگه میخواین واقعا ناو درست کنید لطف فرمایید بریم زندان، این متخصصایی که تو زندانن بکشیم بیرون، زنگ بزنیم این متخصصای ایرانی که قویان خارجن بیان یه ناو درست کنیم که بریم به جنگ دشمن. اما پرزیدنت محمود احمدی نژاد گفت نه، ما استراتژیمون رو عوض کردیم، یه کلک جدید زدیم. فیروزآبادی گفت چه کلکی؟ گفت بهترین کار اینه. ببین عزیزم، ما باید ناوی بسازیم که ناو نباشه. فیروزآبادی گفت به خدا نمیفهمم. گفت همینه نمیفهمی دیگه، همینه نمیفهمی. ما باید یه جوری ناو بسازیم که وقتی ناو ما داره میره به ناوشون، این ناو معلوم نشه ناو باشه. فیروزآبادی گفت خب بفرمایید که اگه معلوم نشه چجوری باید این کار کنیم؟ گفت بهترین کار اینه که ما یه ناو میسازیم میره توی دریا، پشت بوته ها قایم میشه. فیروزآبادی گفت آقا اصلا تو دریا که بوته نداریم ما قایم میشه. گفت آره حالا بوته نداریم اشکال نداره، زیر موج ها میتونه، موج هم نمیشه اشکال نداره، ولی یه کار جدید میتونیم بکنیم. ما بعد ناوی بسازیم که اولا دکل نداشته باشه. فیروزآبادی گفت آقا ببخشید اصلا ناوی که دکل نداشته باشه به درد نمیخوره. احمدی نژاد گفت نمیفهمی دیگه، همین نمیفهمی من عصبی میکنی. ناوی که دکل داشته باشه میفهمن ما ناویم، بعد میزنن تو دکلمون میاد پایین. ناو ما باید استراتژیش متفاوت باشه. ما یه ناو میسازیم با $220، 4-5 نفر کار میکنن روش. تصاویر ناو جدید رو ببینید، 2000 تا از اینا ساختن. بله خودشون هم وایسادن، در تصویر مشاهده میکنید، در تصویر کاملا دیده میشن. آقای احمدی نژاد گفت این ناوی که ما میسازیم مزیت این ناو چیه؟ یک، دکل نداره بزنن. فیروزآبادی گفت خب ما این ناو ساختیم، آقا کجا هواپیما بیان بشینن؟ یه جایی درست کنیم هواپیما بیان بشینن. احمدی نژاد گفت آقا مثلا ما رو گرفتی و اصلا هواپیما نباید بشینه، هواپیما باید بپره. اگه مجرده که بپره، اگه متأهل با اجازه از خانومش هواپیما میتونه بپره دیگه. اما اتفاقی که افتاد اینه که دوتای اولی که ساختن یکی از ناوا غرق شد و تمام جهان دنبال این بودن که آقا این ناو چرا غرق شد. متخصصین کشف کردن و پیدا کردن که تصویر بعدی رو ببینید مشخص میشه. بله تو این تصویر کاملا معلومه. این آقای روحانی رو فرستاده بودن برای چی؟ برای اینکه ناو اولو چیکار کنه؟ افتتاح کنه. ایشون هم که طبق معمول همه وقت میرن افتتاح میکنن کلنگ میزنن دیگه. این آقا رفته وسط ناو کلنگ زده، ناو سوراخ شده، اولین ناو رفته توی دریا. حالا خدا رو شکر نجاتش دادن. اون پری دریایی رو پشت داره هلش میده و میارن. ایشون خیلی ناراحته. فقط یادتون باشه کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. آخرین جمله، استراتژی احمدی نژاد اینجاش مهمه که هیچ کس نفهمید و من فهمیدم. احمدی نژاد نظرش بر اینه که ما یه ناوی درست کنیم، این ناو آمریکاست، ناو ما میاد، نزدیک شدیم، اونا نمیدونن ما ناویم، چون ناوی ساختیم که ناو نیست دیگه، نمیفهمم. بعد وقتی اومد اینجا، ناوم تو ناوت مثل اسب تو ناو اونا میره رو هوا. قربونت برم، خیلی باحالی.